هندوستان مهد عجیب‌ترین سنت هاست، از پرستش آلات تناسلی گرفته تا روابط قانونی. کشوری که ظاهراً فقیره ولی میلیونرهای زیادی داره. هند کشوری عجیب با مردمی عجیب‌تر از خود هند هستش. تا آخر ویدیو با من باش تا بیشتر با این کشور آشنا بشی. هند کشوریه که بخش بزرگی از جنوب آسیا رو اشغال کرده و پایتختش هم دهلیه. هندوستان تقریباً با 1/6 کل جمعیت جهان دومین کشور پرجمعیت بعد از چین به حساب میاد. این کشور تاریخ طولانی داره که به هزاران سال قبل برمیگرده. هندی و انگلیسی دو زبان رسمی این کشورن، اما به خیلی از زبانهای دیگه هم توی سراسر این کشور صحبت میشه. هند با 1,340,000,000 نفر جمعیت بزرگترین کشور دموکرات جهانه و روزانه 74,000 کودک توی این کشور به دنیا میان. اینجا کشور همیشه شلوغ و پرترافیکی هستش و بی‌نظمی برخلاف چیزیه که فکر میکنیم. اونجا پر از بی‌نظمی و مهاجرت به این کشور سخته و همینطور سختگیری‌های خیلی زیادی هم انجام میشه. طبق گزارشات انجام شده کشور هند دارای قدیمی ترین و بزرگترین تمدن توی جهانه. جالبه بدونی کشور هند دومین کشور جهان از نظر مهندسین و دانشمندانه. این کشور توی زمینه برنامه نویسی کامپیوتری توی جهان خیلی اوج گرفته و حتی 90% کشورهای دنیا بعضی از نرم افزارها رو از هند میخرن. قبل از دیدن ادامه ویدیو یاد نره که حتما لایکش کنی. کانال رو هم که سابسکرایب کن و زنگوله بغلش هم فعال کن تا ویدیوی جدیدمو از دست ندی. بیشتر از اون چیزی که فکر میکنی توی هند فرهنگ و مذهبای مختلفی وجود داره. توی بعضی از معابد موش میپرستن و بعضیا با سگ و اشیا ازدواج میکنن. جالبه بدونی توی هند یه مکان وجود داره که فرد نه تنها با یه انسان بلکه با یه درخت یا حتی یه قابلمه ازدواج میتونه کنه. اصلا چرا این کارو میکنن؟ اگه زنی تو زمان خاصی متولد بشه بهش میگن مانگال. بعضیا معتقدن این خانوما نحسن و ممکنه برای همسرشون یا خانوادهشون مشکل ایجاد کنن. به همین دلیل این خانوما برای خنثی کردن این نحسی قبل از ازدواج اصلیشون با یه درخت، سگ یا قابلمه ازدواج میکنن و بعد از مراسم اون شیء یا جاندار همراه با نحسی نابود میشه. جالبه که بدونی 75% از ادویه‌های دنیا توی این کشور تولید میشه و از اونجایی که گاو برای مردم هند مقدسه، اونا معتقدن اگه پای گاو به انسان بخوره دیگه خوشبختیه که به سمت اون سرازیر میشه. باید بدونی اولین استخراج الماس از کشور هندوستان شروع شد و بعدم به بقیه کشورها صادر شد. تاج محل هم یه قصر خیلی زیبایه که یکی از توریستی ترین و از 7 عجایب بزرگ جهان توی هند محسوب میشه. توی هند فروشی در قبال پول کاملا قانونیه، اما چیزایی مثل درخواست رابطه های خیلی افتضاح توی خیابون و یا مدیریت خونه های عفاف هندی جرم محسوب میشه. همچنین تمام روابط فرد بزرگسال با دختر زیر 18 سال چه با رضایت و چه بی رضایت دختر جرم به حساب میاد. وارانسی یکی از قدیمی ترین شهرهای قابل سکونت دنیاست و بین هندوها یکی از مقدس ترین ها محسوب میشه. طبق داستانایی که وجود داره این شهر حدود 5000 سال پیش توسط شیوا، سومین خدای بزرگ هند، توی حاشیه رود گنگ بنا شد. شهر وارانسی دروازه‌ای به بهشت برای هنده که مردن توی وارانسی مقدسه چون راه آرامش ابدی هستش. جالبه بدونی کمیلا بزرگترین فستیوال جهانم کنار رود گنگ برگزار میشه و این فستیوال به عنوان حج هندوها شناخته میشه. روزانه خیلی از افراد مسن و مردم برای عبادت به این شهر سفر میکنن. رود گنگ از هیمالیا سرچشمه میگیره و مقدس‌ترین و طولانی‌ترین رود هنده. ولی امروزه به خاطر آلودگی ناشی از پسمانده‌ها و فاضلاب‌های صنعتی و شهری به کثیف‌ترین رودخونه جهان تبدیل شده. مردم توی این آب حمام میکنن، ازش مینوشن و عقیده دارن هیچ چیزی این رود مقدس رو نمیتونه آلوده کنه. خیلی از مردم هم
آرزو دارن بعد از مرگ خاکسترشون توی این رود ریخته بشه. اینجا کشوریه که ثروتمندتر و فقرا فقیرتر میشن. هندوستان سومین کشور با تعداد زیادی میلیاردر توی جهان و بیشترین تعداد فقرا رو هم داره. خانمای هندی اونقدر به آرایش و زیورالاتشون علاقه دارن که طبق تحقیقات انجام شده مالک 13 طلای جهانن. خیلی از مردم هند توی خونه دستشویی ندارن و یا ترجیح میدن دستشویی نداشته باشن. بعضی از ادیانم به این باورن که وجود دستشویی یا همون سرویس بهداشتی توی خونه اشتباهه و اصلا چیز نجس نباید توی خونه باشه. یکی از آیین‌های عجیب هندوستان عادت پرستیه و یکی از 7 معبد بسیار مقدس شیولینگایی هنده. توی این معبد آلت مردانه‌ای که از نقره ساخته شده وسط معبد قرار داره و زنها برای باردار شدن و دخترها برای پیدا کردن همسر برای دعا به این معبد میرن و اینو پرستش میکنن. کدوم یکی از مواردی که گفتم برات عجیب تر بود؟ توی کامنت ها حتما بهم در موردشون بگو. مرسی که تا آخر ویدیو همراه هم بودی. یاد نره که برای نشونه حمایتت حتما چنل منو سابسکرایب کنی و زنگوله بغلش هم بزنی.